اگه میخوای مردم بهت احترام بذارن، بهت توجه کنن و دوستت داشته باشن، تنها یک نکته مهمه و اون اقدامات شماست. من سالهای سال با صاحبین کسب و کارها، کارآفرینان و مدیران ارشد سازمانهای مختلف کار میکردم. امروز شرکت مشاوره خودم رو دارم و همچنان دارم به این سازمانها، شرکتها خدمات مشاوره و آموزش ارائه میدم. من به چشم خودم دیدم چه آدم‌هایی مورد احترام واقع میشن و چه آدم‌هایی نادیده گرفته میشن. امروز 5 نکته رو بهت یاد میدم که باعث میشه هر کسی بهت احترام بذاره. اولین نکته با یک سوال مهم آغاز میشه. آیا شما میخوای مورد احترام واقع بشی یا اینکه تو رو دوست داشته باشن؟ من سالهای سال تلاش میکردم دیگران از من راضی باشن، دیگران از من خوشحال باشن. اما اگر دوستان قدیمی من امروز منو ببینن شوکه خواهند شد، به خاطر اینکه اون نسخه قدیمی رو کنار گذاشتم. من از 7 سال گذشته عمدن و آگاهانه تصمیم گرفتم فردی باشم که احترام اولویت اول من هستش. وقتی برات مهمه که دیگران تو رو دوست داشته باشن، مجبوری پیششون کوتاه بیای. وقتی دلت میخواد دیگران از تو راضی باشن، نه اینکه بهت احترام بذارن، به دیگران چیزی نمیگی، پیششون کوتاه میای، حرفی نمیزنی که ناراحت بشن و انتقادی نمیکنی. اما این نکته مهم یادت باشه، اگه میخوای مورد احترام دیگران باشی، اول از همه باید به خودت احترام بذاری. با در نظر گرفتن این نکته مهم، آیا آدم‌هایی دور و برت هنوز هستن که مجبوری پیششون کوتاه بیای؟ آیا آدم‌هایی دور و بر تو هستن که مجبوری خوشحالشون کنی تا از تو راضی باشن، حتی به قیمت بی احترامی به خودت؟ بذارید یک داستان رو برای شما بگم. سالها پیش من دانشجو بودم. با یک گروه از دوستان آشنا شدم که اهل مهمونی و پارتی بودن. من مهمونی و پارتی رو دوست نداشتم، ولی برای اینکه به اونها نشون بدم آدم باحالی هستم، زمان زیادی رو با اونها سپری می‌کردم. برای من خیلی طول کشید تا از اون آدم‌ها جدا شدم. این رو گفتم تا بهتون نشون بدم اساس تصمیمات من نظرات و احساسات دیگران بود، نه احترام به خودم. ولی یادت باشه بدون احترام کسی به شما گوش نمیده و صدای شما گم میشه. پس مهم نیست دیگران چقدر از شما راضی هستن یا چقدر شما دیگران رو خوشحال میکنید. مهم اینه که شما چگونه میتوانید مرزهاتون رو شفاف بیان کنید، شایستگی ها و توانمندی های خودتون رو نشون بدید و اینکه بتونید جرأت مدارانه حرفهاتون رو بزنید. این گونه احترام به سمت شما میاد. دومین مورد تعهد بیشتر منجر به احترام بیشتر میشه. این ساده است. شما ساک ورزشیتون رو بردارین، یه ست ورزشی تهیه کنید، برین باشگاه و تمرین کنید و به خودتون بگین در نهایت کنترل مسیر سلامتی و تندرستی خودم رو به دست آوردم. اما اگه 2 هفته باشگاه نرین، سطح اعتماد به نفس و قولهایی که به خودتون دادین کاهش پیدا میکنه. این میتونه در مورد آشنایان و دوستان هم صدق بکنه. وقتی به مهمونی دعوت میشین، به قرار شامی دعوت میشین، به دقیقه 90 منصرف میشین، دیگران کمتر روی شما حساب میکنن. نکته چند میلیون دلاری همینه. این که شما تصمیمی میگیرید، این که شما انتخابی میکنید، چه مقدار به تصمیمتون متعهد هستید، چقدر به انتخابتون پایبند هستید، باعث میشه دیگران روی شما همونقدر حساب بکنن. این رو میشه فضای بیزینس هم تعمیم داد، چه صاحب کسب و کار باشید، چه یک کارمند در یک تیم. آیا وقتی کار رو میگید انجام میدم، واقعا انجام میدید؟ آیا وقتی میگید پیگیری میکنم، واقعا پیگیری میکنید؟ به میزانی که شما پیگیری میکنید و در زمان حضور دارید، دیگران یاد میگیرن روی شما حساب بکنن. من در صنعت مشاوره خیلی سریع تشخیص میدم باید روی چه کسایی حساب بکنم. من روی کسایی حساب میکنم که پیگیری میکنن. وقتی کاری رو به کسی واگذار میکنم، 6 ماه مستمر میبینم اون کار رو داره انجام میده و پیگیری، وقتی یک مورد رو فراموش میکنه نگران نمیشم. از روی عملکردش میدونم اون فرد پایبند و متعهدیه. حالا اگه کار رو به کسی واگذار بکنم که گاهی انجام بده، گاهی انجام نده، گاهی پیگیری بکنه، گاهی پیگیری نکنه، آیا من به این فرد نیاز دارم؟ وقتی مجبورم کارشو خودم انجام بدم، دیگه دلیلی برای بودن اون وجود نداره.
این گونه افراد با شما اتفاقا بیشتر صحبت میکنن، فرصتهای بیشتری میخوان مسئولیتهای بیشتری داشته باشن تا اینکه رشد کنن، تا اینکه پول بیشتری در بیارن، تا اینکه بیشتر دیده بشن. اما چه فایده ای داره؟ این افراد همون کار عادی رو نمیتونن انجام بدن. چرا باید فرصت بیشتری در اختیار این افراد ما قرار بدیم؟ نکته کلیدی که درباره پایبندی به تعهد وجود داره اینه که کاملا در دست شماست. وقتی کاری رو بر عهده میگیرید، پیگیری کنید. پیگیری شما باعث میشه دیگران روی شما حساب بکنن، به شما اعتماد بکنن و این اعتماد با احترام همراه خواهد بود. نکته سوم به ما میگه شما باید مرزهای واضحی تعریف بکنید اگر احترام دیگران رو میخواین داشته باشید. نکته سختی که من در مورد تعیین مرزها یاد گرفتم، این مهم نیستش که فقط ما مرزها رو تعیین کنیم. این مهمه که دیگران به مرزهای ما احترام بذارن. دو مورد رو باید در مورد مرزها در نظر گرفت. یک، مرزها رو تعیین کرد. دو، مرزها رو اجرا کرد. حالا مرزها رو ما چگونه تعیین کنیم؟ یک کاغذ بردارید، اون رو به 2 ستون تقسیم بکنید. در یک ستون لیست رفتارهای مطلوب در تعامل با دیگران رو بنویسید. 2، لیست رفتارهای نامطلوبتون در تعامل با دیگران رو مشخص بکنید. وقتی رفتارهای مطلوب و نامطلوب رو مشخص بکنید، عملاً مرزهاتون رو مشخص کردید. بعد از لیست رفتارهای نامطلوب نگاه کنین به آدمهای اطرافتون. ببینین چه کسانی مرزهای شما رو شکستن. افرادی که مرزهای شما رو میشکنن باید اونها رو کنار بذارید. یک خط قرمز روی اسم اونها بکشید. این کار سخته چون ممکنه این افراد آشنایان، دوستان و نزدیکان شما باشن یا افرادی باشن که خود شما اونها رو استخدام کردید. اولش چالش برانگیزه، دغدغه برانگیزه و ممکنه شما فکر کنین که مشکلاتی ایجاد میشه. اما من به شما قول میدم این کار رو انجام بدید و تغییرات شگفت انگیزی رو مشاهده خواهید کرد. وقتی این گونه آدم ها رو کنار میذارید، فکر نکنید عقب میرید، بلکه چند گام به جلو میرید، به خاطر اینکه کسی نیست که اعتبار شما رو زیر سوال ببره. من خودم این کار رو انجام دادم و فواید فوق‌العاده‌اش رو دیدم. من سالهای زیادی آدم‌هایی در اطراف خودم داشتم که این آدم‌ها هر وقت کار داشتن، هر وقت نیاز داشتن به من زنگ می‌زدن و هر وقت نیازشون رفع می‌شد دیگه خبری از اونها نبود. من روی اسم این آدم‌ها خط کشیدم، اینها رو کنار گذاشتم و اونها رو با کسایی جایگزین کردم که امروز مشتریان بیزینس من هستند. همچنین لیست رفتارهای مطلوب رو در نظر بگیرید و آدم‌هایی که اون ویژگی‌ها رو دارن رو به سمت خودتون دعوت کنید. پس مرزهاتون رو مشخص کنید، مرزهاتون رو اجرا کنید تا احترام به سمت شما بیاد. بریم سراغ نکته 4. نکته 4 نکته مورد علاقه منه، این که در کار خودت استاد بشی. قطعاً مهارت و تخصص یک اصل مهم برای احترام هستش. وقتی شما مهارت و تخصص عالی در حوزه خود نداری، چطور میتونی انتظار داشته باشی دیگران بهت احترام بذارن؟ اگه احترام رو میخوای، صرفاً خوش برخورد بودن و اینکه دیگران از تو راضی باشن دلیل مهمی نمیتونه باشه. اینکه شما بتونی در حوزه تخصصی خودت سرآمد باشی میتونه خیلی کمک کننده باشه. برای مثال من به عنوان مربی ارشد مهارت‌های رفتاری میدونم که مهارت‌های داستانگویی بسیار مهمه، چون یکی از بهترین روش‌ها برای آموزش مهارت‌های رفتاری و انتقال مهارت داستانگوییه. پس کلاس‌های داستانگویی رفتم، مقالات مختلف خوندم، کتاب‌های مختلف خوندم، افراد متفاوتی دیدم و در نهایت کتاب خودم رو هم در این حوزه نوشتم تا بتونم خودم رو از دیگران متمایز کنم. من در تلاش بودم که بتونم توانایی‌های بالقوه خودم رو در واقع بالفعل بکنم. همین نکته در مورد تیم هم کاربرد داره. اگر شما عضو تیمی هستی، میزان احترام دیگران به شما بستگی به عملکرد و خروجی‌های شما داره. اگر شما وارد یک تیم بشی و عملکرد اون تیم رو نتونی تغییر بدی یا حتی تأثیر منفی داشته باشی، چه دلیلی داره دیگران به شما احترام بذارن؟ ولی برعکس، اگر شما وارد تیم بشی،
عملکرد اون تیم رو بهبود بدی، خروجی‌های بهتری ارائه بدی، نتایج بهبود پیدا بکنه، جو تیم بهتر بشه، خب قطعا دیگران به شما احترام میذارن و شما میتونی بگی که با اومدن من شرایط این تیم در واقع متحول شد. حالا من ساعت زیادی با صاحبین کسب و کارها، بیزینس ها میگذرونم و به اونها در حوزه‌های مختلف مشاوره میدم برای اینکه به اونها نشون بدم من آدم عالی هستم یا فردی هستم که اونها به من نیاز دارن. من از شاخص‌ها استفاده میکنم. شاخص‌ها کمک شایانی به شما میکنه. حالا این نکاتی که در نکته 4 گفتم چگونه به کار شما میادش؟ خب شما اول ببینید در چه حوزه‌ای میخواین تخصص پیدا کنین و در اون حوزه عالی باشین. وقتی حوزه‌تون رو انتخاب کردین، برید سراغ افرادی که خبره هستن. از افراد خبره در مورد عامل‌های کلیدی موفقیت در اون حوزه بپرسین. وقتی این عامل‌ها رو شناسایی کردین، یک برنامه توسعه فردی 18 ماهه برای خودتون طراحی کنین و تعدادی شاخص‌های عملکردی در نظر بگیرین که بتونین بعدها به کارآفرین‌ها، صاحبین کسب و کارها یا مدیران ارائه بدین که نشانگر عملکرد برجسته شما باشه. این گونه میتونید از نکات شماره 4 استفاده کنید و وقتی هرچه شما بیشتر و بیشتر بتونین عملکرد برجسته‌تون رو در موردی که شاخص هستین نشون بدید، دیگران متوجه میشن شما فردی تاثیرگذار هستین و اتوماتیک بار به شما احترام میذارن. میرسیم به نکته پایانی. در نهایت این اقدامات شماست که بلندترین صدا رو داره. تصور کن در حال رانندگی هستی، به یک موسیقی ملایم داری گوش میدی و یک گفتمان درونی در تو شکل میگیره و به خودت میگی من هنوز اون احترامی که دلم میخواد رو دریافت نمیکنم. ولی یادت باشه میزان احترامی که از دیگران دریافت نمی‌کنی یا کمبود احترام به تو از سوی دیگران ربطی به تلاش‌های تو نداره. وقتی من آموزش مهارت‌های رفتاری رو شروع کردم، 10 مدرس بودن که دیگران برای رفتن به کلاس‌هاشون صف می‌کشیدن، ولی من ناامید نشدم. من به تلاش‌هام ادامه دادم. گرچه کمی ترسناک بود، ولی من به دوره‌های مهارت‌های رفتاری مختلف رفتم، دوره‌های بین‌المللی دیدم، کتاب‌ها، مقالات مختلف رو خوندم تا تونستم نسخه خودم رو ایجاد بکنم. در واقع من تلاش کردم ظرفیت‌های بالقوه خودم رو بالفعل کنم و به خودشکوفایی تا حدی برسم. تو هم میتونی این کار رو در واقع انجام بدی. نکته کلیدی که وجود داره و کسی به من نمیگفت اینه که بین عدم احترام یا کمبود احترام دیگران و میزان تلاش تو برای کسب احترام ارتباطی وجود نداره. این تو هستی که میبینی داری عمل میکنی یا عمل نمیکنی. این تو هستی که میبینی حضور داری یا حضور نداری. پس برای حضورت احترام قائل شو. مثل دونده‌ای که در حال دویدنه، مثل دوچرخه سواری که در حال رکاب زدنه، تو هم استمرار داشته باش در کارهایی که داری انجام میدی و با استمرار خودت به دیگران نشون بده که حضور داری. در نهایت اقدامات و تلاش‌های شما منجر به احترام خواهد شد. شما فقط باید در مسیر ادامه بدی. اصلاً اهمیت نداره برای دیگران توضیح بدی که چرا کسی به تو احترام نمیذاره یا کمبود احترام وجود داره، چون کسی اهمیت نمیده. مهم اینه که شما استمرار داشته باشی، به مسیرت ادامه بدی و موفقیتاتو در طول مسیر به دیگران نشون بدی تا دیگران برات احترام قائل باشن. در نهایت این 5 نکته رو به کار بگیر، به زودی میبینی که سطح بالاتر از احترام رو میتونی تجربه بکنی و در درس‌های آتی با من همراه باش. کلی نکات خوب و مفید درباره توسعه فردی برای شما دارم که میتونه در زندگی آینده شما و موفقیت‌های بیشترتون تاثیرگذار باشه.